مقامات افغانستان گفتند که در پی پرتاب قوی‌ترین بمب غیرهسته‌ای در منطقه اوچینی ولایت ننگرهار دو توجیک فرمانده گروه دولت اسلامی هم کشته شدند. محمد رودمانیش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز 19 اپریل گفت در مجموع در این حمله 13 تن از قماندان‌های ارشد این گروه به هلاکت رسیدند. برای محو پناهگاه جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی آمریکا روز 13 اپریل در ناحیه اوچینی ولایت ننگرهار بزرگترین بمب غیرهسته‌ای را استفاده کرد. در نتیجه این ضربه به گفته مقامات افغانستان 100 جنگجو و جمله تندروان خارجی کشته شدند. برای شرح بیشتر این موضوع من با قدیر حبیب سردبیر رادیوی افغانستان آزاد صحبت کردم. خوش آمدید به برنامه ما. خب می گفتید که در افغانستان واکنش به استفاده از این بمب بزرگ چگونه بود و بحثا تکنون ادامه دارد؟ سیاستمداران و مطبوعات چی میگوید؟ بله، واکنش ها در سطح گسترده به حمایت از استفاده از این بم بزرگ بوده. مقامات حکومت افغانستان در مجموع در ساعات نخست استفاده از بم بزرگ غیر هسته‌ای گفتند که این استفاده از این بم در هماهنگی با مقامات افغان صورت گرفته. تنها واکنش منفی در سطح نسبتاً بلند میتونیم بگوییم که از طرف رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی بوده که این حمله را محکوم کرده و همچنان یک تعداد محدود از مقامات افغان در ارتباط با این حمله از خود واکنش منفی در شبکه‌های اجتماعی نشان دادند. اما مردم محل که مهمتر از هم هستند، چرا که اونا متاثر شدن یا متاثر میشن از حضور داعش و استفاده از سلاح‌های سنگین در منطقهشان، زمانی که ما با اونا صحبت داشتیم از استفاده از بزرگترین بم غیر هسته‌ای امریکا در منطقهشان استقبال کردند. اونا میگن که از مظالم داعش اونا به تنگ آمده بودند در منطقه و نیروهای افغان تلفات سنگین را در چندین عملیات متکرره که بالای این پناهگاه‌های داعش داشتند متحمل شدند و نتوانستند که پیشروی داشته باشند. بنابراین نیاز بود تا این استحکامات و تونل‌هایی را که داعش در این منطقه ایجاد کرده بود از بین برده شود. خب در رابطه با هویت جنگجویان چه گزارش‌های تازه هست و اگر فرض کردیم یگان دلیل‌های ثابت کننده هست که این فرمانده از این کشور است یا از کشور دیگری خارجی؟ اسناد شواهد تا هنوز ارائه نشده بجز از یک عکس یک فرمانده تاجیکی که در اختیار خبرنگار ما و شما در تاجیکستان در دوشنبه قرار گرفته. با استثنای از او سایر رسانه ها نتانستند که اسناد شواهدی از مقامات افغان یا آمریکایی در مورد هویت کشته شدگان به دست بیارند. اگر ببینیم اخیراً سفری مشاور امنیتی پرزیدنت آمریکا به کابل صورت گرفت و اون با مقامات افغانستان صحبت هم انجام داد، هرچند درباره صحبت و برنامه مشخصی آنها حرفی نیست، ولی میتونید بگید که افغانستان از امریکا چه انتظارات دارد؟ شاید در بخش نظامی اگر بگیریم. مقامات افغان در حال حاضر وضعیت امنیتی در افغانستان با یک بنبست مواجه است و فکر میشه که حکومت افغانستان از تقاضای فرماندهان امریکایی در افغانستان که اعزام چند هزار سرباز اضافی به افغانستان است حمایت میکنن و اینا میخواین که همین وضعیت همین بنبست بشکند و طالبان به یک شکست روبرو شوند. تشکر برای صحبت.